دمو یا ترید با پول مجازی کلن چیه که داخل این ویدیوی دوره هدیه سایت farsamatintrade.com میخوام خدمت شما عزیزان دلم توضیح بدم. قبل از اینکه بریم پای سایت و کلن یعنی بریم تو تریدینگ ویو و آموزش ارزم حضور شما دمو و اینکه فعال سازیشو بخوام به شما بگم، اول بذارید یه توضیح به شما بدم. ببینید بچه‌ها، زمانی که شما یه سری استراتژی‌ها رو یاد میگیرید قبل از اینکه پول واقعی خودتون رو وارد بازار بکنید، بهتر اینه که اول دمو کار انجام بدید. یعنی اول اون استراتژیتون رو فوروارد تست بگیرید. یعنی مثلا شما به هر دانشی رسیدید، چه پیش من چه پیش هر عزیز دیگه ای رفتید، یه سری دوره‌ها دیدید و فکر میکنید که میتونید دیگه یواش یواش شروع به ترید بکنید. اول لازم نیست که پول واقعیتون رو وارد بکنید. بر اساس چیزایی که یاد گرفتید اول با پول مجازی یا دمو ترید بکنید. اگر برای شما سود آور بود، یعنی اون دانشی که یاد گرفتید دیدید توی بازار و چارت ریل داره به شما جواب میده، بعد از اون بخواید پول وارد بکنید. یه نکته بگم، اینا خیلی درصد کمی میتونم بگم شاید متوجه بشن که اینجا چه حرفی میخوام بزنم. شاید شما توی دمو به سود برسید اما توی ریل این قضیه فرق بکنه. چرا؟ چون زمانی که شما دارید با پول مجازی کار انجام میدید احساساتی وسط نیست. فقط میگین آقا من اینجا ترید میکنم، حالا $500 سود شد یا $500 ضرر شد، بعد سرم چیکار میکنم؟ اما تو واقعیت اینجوری نیست. $500 نزدیک 45 میلیون تومان، 50 میلیون تومان سود و ضرر میشه. ریاکشن های شما با پول واقعی خیلی فرق میکنه. یعنی عملا زمانی که شما با پول ریل دارید کار انجام میدید، استرس، هیجان، اون تپش قلبه، اون دیدن دلاری که سود و ضرر داره، اینا میتونه روی اکشن شما، روی واکنش های شما در لحظه تأثیر بذاره. اما تو دمو اینجوری نیست دیگه، چون پولش مجازی. حالا در مورد مسائل روانشناسی ما داخل دوره‌مون خیلی با شما صحبت میکنیم. داخل این ویدیو صرفاً میخوام آموزش فعال کردن دمو یا پول مجازی درون سایت تریدینگ ویو رو به شما بگم. بریم پای سایت، خیلی با هم کار داریم. بریم با هم وارد چارت بشیم و من میخوام طریقه دمو کار کردن یا استفاده از پول مجازی رو به شما کامل توضیح بدم. قبلش یه نکته رو باید بدونید، چه تو بازار ریل یعنی چه تو فارکس دارید کار انجام میدید، چه حالا دمو بخواید فارکس کار انجام میدید، روزهای شنبه و یک شنبه بازار بسته است. حالا امروز شنبه است و ببینید بغل دستش یه نقطه داره، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه کلا بازار بسته است. اما ارز دیجیتال 24 ساعته است، یعنی اصلا شبانه روزیه. ولی فارکس اینجوری نیستش، یعنی یک محدودیتی داره که شنبه یک شنبه ها شما نمیتونید ترید بکنید که خیلی آپشن خوبی هست. پس الان ما اگه میخوایم مثلا دمو کار انجام بدیم، چون میخوام به شما آپشن ها رو بگم، میرم وارد بیت کوین میشم. خب ببینید بچه‌ها، با دقت لطفاً گوش بکنید. اینجا پایین نوشته تریدینگ پنل. روی این تریدینگ پنل کلیک میکنیم. اینجا اینا بروکرهایی هستش که بعداً میتونید شما اگر از ایران خارج بشید با اینا کار انجام بدید. ولی فعلا ما چون تو ایران تحریم هستیم نمیتونیم مستقیم تریدینگ ویومون رو به بروکرها و صرافی‌ها وصل بکنیم. به خاطر همین اینجا فقط دمو میتونیم کار انجام بدیم. روی گزینه پیپر تریدینگ اینجا اولیه، روش یه دونه کلیک میکنیم و بعد رو گزینه کانکت میزنیم. به همین آسونی الان حساب ما داخلش $100,000 شارژ شده است و ما میتونیم شروع به ترید کردن بکنیم. ببینید بچه‌ها، من الان تحلیل نمیخوام بکنم، فقط نحوه باز و بسته کردن و ترید کردن رو میخوام به شما بگم. اصلا تو فارکس هم کلا همینه دیگه، نحوه ترید کردنش به همین سبکه. به فرض مثال من اینجا میخوام وارد پوزیشن سل بشم، یعنی احساس میکنم که قیمت از جایی که هست میخواد به سمت پایینتر حرکت بکنه. روی گزینه سل یه دونه کلیک میکنم. اینجا زده یونیت یعنی مثلا الان من بزنم یکی، من اینجا $100,000 دارم دیگه، یعنی منو با یک دونه بیت کوین وارد میکنه. حالا من اینجا میزنم یکی و میبینیم که اینجا ببین برای من یه فلشی هم میزنه که من اینجا وارد شدم. خب حالا میخوام حد ضرر بذارم، اینجا زده SL رو میرم مثلا میذارم اینجا و بعد رو مودیفای میزنم. الان اگر قیمت به اینجا برسد من $214 پول مجازی هستش، من ضرر میکنم. اگرم مثلا میخوام حد سود یا TP بذارم، اینجا میام TP رو میگیرم و میارمش پایینتر. ببینید، یا پوزیشن شما باید به حد ضرر شما برسه یا به حد سود شما به شما برسه. اما اگرم مثلا شما یه مبلغ سود کردید، حالا یه مبلغی مثلا تو ضرر هستید، میخواین ببندید اون
پوزیشنتون رو دستی ببندید، میان اینجا رو همین ضرب در کلیک میکنید و پوزیشن شما بسته میشه. یه نکته جالب به شما بگم، بیت کوین حجم معاملات بالایی داره، اما امروز میبینید چقدر اینجا کندلاش کوچیکه، یعنی عملا حجمی نخورده، چون روزهای شنبه یک شنبه عملا اون بانک‌های بزرگ بسته هستن، پول هوشمندی تو بازار نیست. فقط همین تاکید دارم که روزهای شنبه و یک شنبه کلا ترید نکنید. اینجا هم ببین اینجا فلش میزنه که مثلا من اینجا سل گرفتم، روی این کندل وارد شدم و اینجا بسته شدش. خب ببینید شما تو واقعیت حالا نمیخواید با $100,000 کار انجام بدید دیگه، مثلا با $500 با $1000 با مثلا $100 میخواین کار انجام بدید. مثلا من ارز داتو بازش میکنم، میخوام وارد پوزیشن لانگ بشم، میگم دیگه اصلا تحلیل نکردم، فقط نحوه پوزیشن گرفتن میخوام به شما بگم، چون میخوام یعنی دیدگاهم این است که قیمت از جایی که هست میخواد به سمت بالا حرکت بکنه. خب پس روی گزینه بای میزنم، الان اینجا بزنم یکی، یعنی من $100,000 پول توش دارم، اما منو کلا با $3.31 وارد میکنه. اما مثلا بزنم 10 تا، یعنی من 10 تا $3.31 دارم، بزنم 100 تا یعنی 100 تا $3.31 دارم. اگر دارید دمو کار انجام میدید ترجیحاً این عدده رو یک جوری کار انجام بدید که به اون پول واقعی شما بخوره. مثلا نیان اینجا بزنید 100,000 تا که مثلا یه مبلغ خیلی زیادی بشه. سعی کنید پولی که دارید باش دمو هم کار میکنید نزدیک اون پول اصلی شما باشه. الان مثلا قیمت این $3، من اینجا مثلا میزنم 1000 تا، یعنی کلا بشه حدود مثلا $3000، چون با واقعیت هم با همین پول حدودا کار انجام میدم. ببین چون با پول خودم دارم کار انجام میدم، شما مثلا با پول کمتر کار انجام میدید، حتی اگه دارید دمو هم کار انجام میدید سعی کنید این عدده رو، یعنی یونیت یعنی تعداد این ارزه، الان من میذارم مثلا 1000 تا یعنی 1000 تا $3.31. خب روی بای کلیک میکنم و اینجا ببینید وارد یک پوزیشن میشه. اگر قیمت بیادش پایین ضرر میکنم، برود بالا سود میکنم. حالا میخوام حد ضرر بذارم، اینجا رو SSL رو میگیرم میارمش پایینتر اینجا و رو و اینم میزنم مودیفای که تایید بشه. حد سودم که به همین صورت هستش دیگه. پس عملا باز و بسته کردن و متوجه شدید. یه نکته به شما بگم، چون شما سرآخر بچه‌ای که دوره ما رو میخوان ببینن معامله‌گران حرفه‌ای طلا و یورو به دلار میشوند، ترجیحاً دموهایی هم که دارید کار انجام میدید روی همون طلا و یورو به دلار باشه. حالا الان مثلا نگاه کنید پوزیشن من رفته $3 توی سود، یا باید دستی ببندم یا باید این به حد سوده بخوره دیگه. الان مثلا حد سود بذارم اینجا، بعد اگه حد سود گذاشتید اصلا میتونید بلند شید برید به زندگیتون برسید. بهش میگن set and forget، یعنی معاملتون رو ببین الان بسته شد، قیمت اینجا باز کردم اینجا بسته شد، خودش اتومات میبنده، یعنی لازم نیست شما دستی پوزیشناتون رو ببندید. یه نکته، اگر میخواین دمو کار انجام بدید که من بچه‌ای که با ما دوره ها رو میگذرونن در پایان حتما بهشون پیشنهاد میکنم، اول نید آقا تمام زندگیتون رو بیارید، اول استراتژی که ما به شما میگیم و به صورت دمو تست بگیرید، ببینید داره به شما چقدر خوب و خوشگل جواب میده و بعد از اون پول وارد بکنید و کار انجام بدید. پس ترجیحاً هم اگر خواستید دمو کار انجام بدید روی این ارزهای دیجیتال نرید، چون خیلی تحلیل پذیر نیست، بیشتر روی طلا و یورو به دلار کار انجام بدید. اما امروز من نمیتونم طلا رو پوزیشن بگیرم، چرا؟ چون اصلا طلا بسته است دیگه. میبینید مثلا میزنم چیزی نمیاره برای من، میبینید زده ریجکت شده. برم مثلا یه ارزی رو بازش بکنم تون کوین، خب به فرض مثال میخوام وارد پوزیشن سل بشم، ببینید دیدگاه نزول دارم دیگه، بس رو گزینه سل میزنم، اینجا نشون میده که آقا مثلا قیمت ارزی $2.74 است. شما دوست دارید چند تا $2.74 پول وارد بکنی؟ مثلا من میزنم 10,000 تا، یعنی من 10,000 تا $2.74 دارم که بعد رو گزینه سلش بزنم، اینجا قشنگ وارد پوزیشن میشه و عملا حد ضرر و حد سودم که بلدید بذارید و چیز عجیب غریبی هم نداره. به همین راحتی فقط باید اول آموزشاتون رو ببینید، درست یاد بگیرید، سبکتون رو متوجه بشید و بعد کار بکنید. من یه نکته بگم، چون خیلی از شما عزیزان دلم که دارید الان این دوره رو نگاه میکنید، بعد دوره‌های اصلی ما میخوام بگیرید و تهیه بکنید که پیشنهاد میکنم صادقانه حتما این کارو بکنید، چون واقعا یک انقلابی در صنعت آموزش شما خواهد شد.
بچه‌ها رو ارزهای دیجیتال ترید نکنید. حالا دلایلش خیلی مفصله، مارکت کپ کمی داره، قابل دستکاری است و هزاران دلیل دیگر. چون شما معامله‌گر فارکس قراره با ما بشید، شما خودتون انتخاب میکنید. من اجباری ندارم که حتما بیاین رو فارکس و طلا کار انجام بدید، اما پیشنهادم برای شما اینه که کلا رو بحث فارکس کار انجام بدید. پس کلا اگر میخواین رو فارکس کار انجام بدید، ترید های دمویی هم که میخواین بگیرید روی فارکس باشه دیگه، یعنی رو همون طلا XAU USD یا یورو به دلار، که من خودم بیشتر معامله‌گر طلا هستم. البته جفتش رو ترید میکنم، بستگی داره موقعیت بده دیگه، ولی همین دوتا رو انتخاب کردم. ولی مثلا شما میتونید نفت هم انتخاب بکنید، نقره هم انتخاب بکنید، باز اون دیگه بستگی به بحث فاندامنتال و شخصیت خودتون داره. خب پس الان طریقه باز و بسته کردن پوزیشن رو متوجه شدید، فهمیدید. الان مثلا این پوزیشن من سل دیگه که بیادش پایین، بعد اینجا هم میتونید مثلا روی این ضرب دره بزنید، اینو ببرید بالا و پایین که بخواید حالت به اصطلاح تغییرش بدید. فقط بعدش که کار انجام دادید رو گزینه مودیفای بزنید، عملا تایید میشه. همین آسونی، هیچ چیز عجیب غریبی نداره. دمو کار کردن خیلی میتونه به شما یک فوروارد تست جذابی بده که آقا من چیزایی که یاد گرفتم آیا تو بازار داره واقعا به من جواب میده یا نه. خب اول برادر من، خواهر گلم، بیاد توی دمو تمرین بکن. اگر دیدی داره به شما جواب میده، بعد از اون میتونید پول وارد بکنید و با پول خودتون به صورت معقول کار انجام بدید. خیلی دوستتون دارم. حالا من خیلی از نکات روانشناسی، الان من عملاً اون آموزش‌های کلی رو دارم اینجا به شما نمیگم، فقط دارم یه پیش‌زمینه‌ای به شما میگم، آماده‌تون میکنم. یه سری چیزایی در حد دوره هدیه تقدیم شما عزیزای دلم میکنم که امیدوارم براتون مفید باشه. خیلی دوستتون دارم. بازم هر چه دانشجوی ما باشید، چه دانشجوی ما نباشید، هر زمانی سوال داشته باشید، من تیمم پشتیبانامون هر زمان داخل سایت بپرسید و بدونید که ما ببینید که چقدر صمیمی و چقدر سریع و چقدر مفید و درست به شما پاسخ میدیم. یعنی با ما حسابی در ارتباط باشید. خدا پشت و پناهتون باشه.